خب دوستان، مشتری اومد برای ما یه مقدار طلا آورد که همشون قفل داشتن. 1 2 3 4 5 6 تا کار بوده، یه دستگاه 5 تا گردنبند، 6 تا قفل مجموعاً داشته که از این 6 تا این یه دونه توشون خوب بوده، قفل خوبی بود، فنر نداشت. ولی این یکی‌ها رو که میبینید بعد از اینکه شیکوندم جدا کردم انقدر فنر توش بوده که حالا میخوایم وزنش رو روی ترازو ببینیم. دوستان حدوداً نیم گرم وزن فنرها بوده از همین کارا که الان 480 صوتش روی قیمت الان 13,338,000، یه چیزی هلوش 6,400,000 حدوداً وزن فنرها بوده. حواستون موقع خرید به این فنرها باشه، قفلای این شکلی یه مقدار فنراشون سنگینه، حواستون به اینا باشه. قفلای اینطوری بگیرید، قفلای توتی بگیرید، این قفلا فنر ندارن. ممنون از نگاهتون.